این منجی، این آقای براد پیت در واقع همه جا همه فن حریفه. توی بیمارستانه یه پا دکتر میشه، واکسن رو باید بزنه. بعد خدمت شما عرض بکنم یه آدمی که توی سازمان ملل کار کرده، قاعدتاً این آدم نظامی به اون شکل نیستش، اما از هر نظامی تره. هر جا میره این خودش داره. اصلا یک پزشکی به این معرفی میکنن میکروب شناس، اون پزشکی انقدر چته تو همون هواپیما میخواد بیاد پایین دور میخوره میفته و میمیره. و بقیه کار همون اول پا پله میفته میمیره یارو. الان اومدن برام منطقه کلی مثلا آزمایش کنن اینا، این همه کارا تو وسط اون جونورا دارن حمله میکنن، داره نگاه میکنه میبینه بعضیا رو این زامبیا باشون کار ندارن. این نکته میشه براش از همین جا پیدا میکنه که کسایی که مریضی دارن این زامبیا به سمتشون حمله نمیکنه. چه مفاهیمی داره که اگر شما این مردم رو خودتون با ویروسیم، آخر داستان فیلمم چی میشه؟ اینا خودشون یه سری بیماری‌های تولید میکنن، میگن همه مردم که میخوان از زامبیا در امان بمونن اینا رو بزنن که زامبی نشن. بیایم بریم مردم رو مریض کنیم که زامبی نشن. زامبی بودن یعنی اسلام، یعنی تفکری رو باید در ذهن اینها چپوند خب که اینا به سمت اسلام نرن. اون تفکر چیه؟ جلسه قبلی دین جدید جهانی، دین جدید جهانی که پایه های بودیسم داره. اینقدر اینا میگن از تو چین شروع شده، بریم چین رو بگردیم نمیدونم فلان، این که میرن سمت کره، این حالا اینا رو بحث خواهم کرد براتون. یعنی ببینید خیلی جالب میگه، یه جا میگه اینا چقدر طول میکشه زامبی بشن، میگه توی غرب 12 ثانیه، میگه این طرف 5 تا 10 دقیقه، تو شرق 5 تا 10. واقعا هم همین جوریه، غربی الان خیلی سریعتر مسلمان میشن. توی شرق آسیا اینجوری نیست، یعنی خورده چیز بیشتره. میگه چرا؟ اونجا چه تفکری حاکمه؟ اونجا تفکر عرفان‌های شرقیه. میگه تفکر عرفان‌های شرقی مقاوم‌ترن تا این طرف، اونا 5 دقیقه طول میکشه. خیلی نو، وگرنه مریضی چرا اون طرف انقدر طول میکشه این طرف میاد چه خوشا. بعد میگه نه اینا فیلم‌ها بلد نیستن بنویسن. نه اون تویی بلد نیستی بنویسی. اونا براش پول خرج میکنن، 20 نفر میشن روی فیلمنامه. این که هی عوض کردن یعنی دنبال یه چیزی بودن بتونن همه اون مقاصد خودشون رو پوشش بده، هم پوشانی داشته باشه. این آقایی که همه فن حریفه یه جا مثل بچه اول ابتدایی کنار کی؟ اون افسر موساد. او که براش توضیح میده این یه بچه اول ابتدایی داره گوش میکنه. اصلا افسر موساد اول میشوردشون رو بند تا میاد میشینه میگه تو مگه فلانی نیستی، یه نامه نوشته بودی چند سال پیش فلان جا. یعنی اینی که آمریکاییه این تو اسرائیل آمار اینم داره. قدرت موساد یه جلوه میکنه مثلا اونجا عمدن تو فیلم اینجوری ساختن. بعدش میگه کن چی هم میاد اونجا خودی نشون میدن. مصاحبه‌های مکس بروکس هم خیلی جالبه. تو تاریخ 15 ژانویه با پابلیشرز ویکلی آمریکا یه مصاحبه کرد، میگه من معتقد هستم زامبی‌ها این اجازه را به مردم میدهند که با نگرانی‌هایشان راجع به پایان دنیا کنار بیایند. یعنی دقیقاً مفهوم زامبی‌ها رو منطبق میکنه با چی؟ آخر الزمان. دقت کنید با آپوکالیپس که توی سرچ گوگل هم دیدید چه جوری میاد. بعدی میگه در ادامه میگه زامبی ها من را بیش از هر موجود افسانه‌ای دیگری میترسانند، چرا که آنها تمام قانون ها رو میشکنند. برای یافتن گرگینه ها، گرگنماها، خوناشام ها، مومیایی ها، کوسه های غول‌پیکر باعث به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمی‌کنند بلکه مثل یک ویروس عمل می‌کنند و این دلیل اصلی ترین ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است ولی ویروس فقط می‌خواهد گسترش پیدا کنه. میگه به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کنه، فقط می‌خواد چی؟ اصلا مردم که از عقلانیت خودشون استفاده نمی‌کنن، فقط می‌خوان همینجا رو بگیرن، آلوده و نابود کنند. برایش مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. یک نوع بی‌فکری پشت رفتارهای اوست. کسی خودشو منفجر میکنه چه فکری پشت سرشه؟ از نگاه یه غربی چه فکری پشت سرشه؟ اینا هر روز دارن تو اخبار آماره چیو میشنون؟ عملیات‌های انتحاری. از نظر اونم تفاوتی بین عملیات انتحاری و استشهادی نیست. میگه اینا به چی فکر میکنن؟ تعجب میکنن، میترسن
کسی که از جونش نمیترسه اون آدم ترس میاره واسه بقیه، برای دشمنش. اصلا میدونید دیگه شهادت طلبی و هم عملیات استشهادی این بی‌شرفا اومدن بدلش رو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، الحمد لله على النعمة ديال تبع العملية الاستشهادية، نسأل الله أن ننكل فيه. أما بعد، فأقول للتحالف الصليبي وللنصيرية والروافض وكل أهل النار بإذن الله عز وجل أنكم لن تهزموا دولة الإسلام، ودولة الإسلام باقية بإذن الله وتتمدد حتى تدك آخر مسمار في نعوشكم. ورسالتي إلى الدولة الإسلامية جنودها وأمرائها، أسأل الله أن يحفظكم ويثبتكم وأكملوا الطريق. وأقول للشيخ أبو بكر أكمل الطريق ولا تهادن أحد حتى يفتح الله عليك، وأسأل الله أن يفتح عليك. واتق الله عز وجل، أسأل الله أن يرزقك التقوى في السر والعلن، وأن يفتح عليك الدنيا والآخرة، وملتقى الجنة بإذن الله إن شاء الله. راحلا والله لن أنساك، أنت الذي في خافقي سكناك، يا راحلا والله لن أنساك، أنت الذي في خافقي سكناك، يا راحلا والله لن أنساك. و این کاری که شهید حسین فهمیده کرد تکرار نشه. اینو رابرت بایر فیلمش یادتون قدیما نشون میدادم، اومد رفت خونه حسین فهمیده اینا، گفت آقا ما هر چی میکشیم از این بچه 13 سال است، بشناسیدش. جاسوس حرفه‌ایه که سریال 24 بر مبنای زندگی این ساخته. رابرت بایر 3-4 تا کتاب نوشته، تو همه کتاباش هم اسم ایران میذاره شیطان. شیطانی که ما میشناسیم، شیطانی که نمیدونم فلان، در مقابل شیطان بزرگ امام. یعنی کسی که حتی میدونه چجوری پاسخ بده، بلده، آدم حرفه‌ای، امنیتی. اون تو ایران راست چرخید رفت برگشت رفت بیرون. بعد مصاحبه‌هاش هم گرفت. فیلمش تو اینترنت هست. بعدش رفت یک مستند ساخت در مورد افراطیگری و بنیادگرایی با همین مصاحبه‌ها. اونجا میره خونه حسین میگه همه ما این بچه 13 ساله بدبخته. خیلی هم قشنگ این خانم آقای مجید فهمیده، برادر شهید حسین فهمیده، جوابشو میده. وقتی اون میگه او انتحاری، میگه نه اون فقط یه شهید بود، قاطی نکن، اونم شهیده. یعنی خیلی خوب پاسخ میده. میدونست دنبال مصاحبه گرفتن یه لفظی شکار کردنه، خیلی عالمانه جواب میده. خانمشون لبنانی هستن، ایرانی نیست. خیلی خوب جواب میده، خیلی خوشم اومد. شوي حساس، لكن هو كان أول شهيد. إذا ممكن استعمل كلمة انتحاري، مظبوط؟ No, not at all. إيمان خالص. Yes, he did have a very strong belief. He was a martyr. It's impossible to describe him as anything else. A martyr through and through. Get hardcore porn on their phones. I talk about this all the time to my son. You don't get it. No. تو مصاحبه‌ام که 19 سپتامبر 2008 با واشنگتن پست داره، میگه تو پاسخ به این سوالی که چگونه تروریست‌ها و زامبی‌ها رو در کنار هم قرار میدید، خیلی جالبه. یک، زامبیا آخرالزمان، مصاحبه اول، مصاحبه در واقع دوم میشه ها، چون 2009 یعنی اینجا ما اول آوردیم براتون. خب یکم اینجا چی؟ زامبیا مصاحبه کیان؟ تروریستا. میگه چجوری؟ میگه فقدان، میگه دلیلم اینه، فقدان قدرت فکر کردن همیشه اون چیزی که باعث ترس من از زامبیا میشه. ایده که میگه هیچ سرزمینی بی‌طرفی وجود نداره، هیچ اتاق مذاکره هم وجود نداره، هر گونه افراطیگری غیر عقلانی ما رو میترسونن و ما رو در دوران زندگیمون که پر است از افراطیگری ها. میگه همین تروریستان، همین مسلمانان، ما هم از افراطیگری بدمون. و متاسفانه این وسط شیعیان دارن چی میشن؟ ذوب میشن تو این اسمی که از سلفی دارن برد میکنن.